آئدس نام پشه‌ای است که تحت عنوان ببر آسیایی نیز شناخته میشه و بیشتر در مناطق استوایی جهان به ویژه آسیای جنوب شرقی دیده شده. تبدنگی از طریق پشه‌ای تحت عنوان آئدس به انسان منتقل میشه که علائم آن جوش زدن و کبود شدن فوری، تب شدید ناگهانی، سردرد، کمردرد، خارش گزش، درد در پشت چشم‌ها، درد شدید در مفاصل و ماهیچه‌ها، خونریزی بینی یا لثه می باشد. پشه آئدس معمولاً در محل تجمع آب راکد مثل کولر، کوزه، ظروف زیر گلدان و لاستیک‌های فرسوده تخم گذاری می‌کنند. بنابراین باید درب همه منابع و محل‌های نگهداری یا آب به طور معمول بسته بشه. کولرهای آبی و ظروف نگهداری آب هفته یک بار از آب خالی شده و شستشو گردند. همچنین جمع‌آوری لاستیک‌های فرسوده که زیستگاه خوبی برای پشه است ضروری.